سلام به هوملندی های عزیز. همانطور که میدانید یکی از سیستم های حمل و نقل عمومی در ازمیر کشتی های درون شهری می باشند که بین اسکله های بوستانلی، کارشیاکا، آلسانجاک، پاساپورت، کوناک و اوچگویلار در رفت و آمد هستند. اما بین اسکله بوستانلی و اوچگویلار کشتی های ماشینبری وجود دارند که شما می توانید به راحتی با ماشین، موتور و دوچرخه خود مسافت بین دو خلیج را طی کنید. هزینه هر ماشین در حال حاضر 55 لیر و موتورسیکلت 16 لیر می باشد. ممنون که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید.